بعضی ها میگن عشق میتونه کور کنه، ولی بعضی وقتا عشق فقط یه نقابه، یه نقاب برای یه دروغ خیلی بزرگ. این داستان درباره مردیه که با یک لبخند میلیون ها دلار به جیب زد، نه با زور، نه با سلاح، با عشق. اسمش سایمون بود، یا شاید هم نبود. اون خودش رو پسر پادشاه الماس ها معرفی میکرد، اما واقعیت یه چیز دیگه بود. یکی از قربانی ها، سیسیلیا، وقتی سایمون رو برای اولین بار دید فکر میکرد پرنس رؤیاهاشه. با لباس برند، رستوران لوکس و یه زندگی که فقط تو فیلم ها دیده میشه. اما چیزی که نمیدونست این بود که این قرار عاشقانه شروع یه نقشه چند صد هزار دلاری بود. در کمتر از چند هفته سایمون با حرفهایی مثل من تو خطرم یا دشمنام دنبالمن تونست دل سیسیلیا رو بلرزونه و ازش پول بخواد. اون دختر فکر میکرد با پولش داره جون کسی که دوستش داره رو نجات میده، ولی اون فقط یکی از صدها قربانی بود. قسمت بعدی چطور سایمون با یک پاسپورت جعلی در کشورهای مختلف فرار کرد و چطور بالاخره دستگیر شد. این فقط شروع بازی بزرگ، بازی که میلیون ها دلار هزینه برداشت و رد پاهاش هنوز باقی. اگه میخوای بدونی ته این داستان به کجا میرسه،